بر خاک ما صرف حال مداخله مطلعی بس نیست، تجاوز. شما از طریق تلویزیون میبینید که ما هر روز یک میجر پاکستانی، یک عربی، ابو فلانی ابو فلانی ابو فلانی در این سنگر، در او سنگر، در این سنگر، در او سنگر گرفتار میکنم. خدمت شما اعترافاتش میشنوید. چی میکنن در سرزمین ما ای بیگانه ها که آمدن میگن برای اسلام جهاد میکنیم؟ من برای شما میگم که قدر دور چرا آمدن. جهاد فلسطین علیه اسرائیل جریان دارد و او قیام علیه اسرائیل اعلان نموده است. بیت المقدس در تحت اشغال اسرائیل است و او را کعبه ساخته است. این عرب ها چرا نزدیک امونج جهاد را انجام نمیدن که بیت المقدس را آزاد بسازن که مسلمان ها برن سجده بکنن؟ که قدر راه دور طی کردن با پاکستان خود میرسن و از اونجا غیر قانونی وارد افغانستان میشه و در اینجا با خود پول میارن و در میان مردم ما تقسیم میکنن که برادر بکش، که فرزندت بکش، که اولادت بکش، که زن را و بیوه بساز، که یتیم را بگذار اشکش بیاید، خانه را ویران کو، وطن را از بین ببر. این راکت است سکر 20 است و سکر 30 و سکر 40 است در خدمتت قرار داره. این توپ های نمیفهم بی بسلگد است و این ماشین دارای عجیب و غریب است. در حالی که شما خود میگین ما به سلاح ضرورت نداریم، به غذا ضرورت داریم، به نان ضرورت داریم. مردم ما گرسنه شده، کشت نیست، کار نیست، زراعت نیست، اقتصاد نیست. اینجا یکی از کاکاهای محترم من یه سایه داد برای من که اقتصاد ویران شده است، مگر باز هم ویران میگردد. من مورد سوال شما را قرار میدم که کدام راه را تعقیب بکنیم؟ راه میر مسجدی خان را، راه جلندر خان را، راه برزو خان را، راه میر درویش خان را، یا راه وهابی ها را، یا راه میجرها و جنرال های پاکستانی را، یا راه و دستور و فرمان و حکم امریکایی ها را؟ شما برای ما بگوین کدام راه را تعقیب میکنید؟ راه پدران و نیاکان خود را تعقیب میکنیم. من سر کل گپا خوب است، برای ما دلیل خوب دادین. تشکر از شما که برای ما یک استدلال قوی و یک پایه و اساس قوی دادین که گفتین ما راه افتخارآمیز پدران و نیاکان که از همه ما و شما هست رو تعقیب میکنیم. واقعا باید در حفظ و توسعه افتخارات ملی و وطنی خود هر یکی ما وظیفه تاریخی، اسلامی، افغانی و ملی خود را به انجام برسانیم. برای از اینکه فرصت ها کمتر میسر میشه، من میخواستم امروز با شما واقعا مسئولانه صحبت بکنم و از شما تقاضا میکنم که ما از ته دل صحبت بکنیم، از ته دل. ما چند کلمه را و چند مسئله را در برابر شما قرار میدم، نه به مثابه فرزندان دلیر از این پدران و نیاکان کودامن زمین. یا صرف شما مردم شمالی خود میدانید، جنوبی را از خود نمیدانید، مشرقی را از خود نمیدانید، غرب از خود نمیدانید، شمال و مرکز از خود نمیدانید. همش باید اولتر از شما باید باشه. برای که در پیشاپیش حفظ عزیز وطن، مقدسات عزیز وطن، تاریخ عزیز وطن،
پدران و نیاکان شما قرار داشته است. لذا این افتخارات بر پیشانی شما حق شده است و شما باید در صف مقدم قرار داشته باشید. انگریزها را از این وطن پدران و نیاکان شما کشیده است و شما هستین که بگویید که افغانستان را ما نگاه میکنید. عزتش، آبرویش، تمامیت ارضیش، خاکش، وطنش، انسانش. میایم سر کل گپا. اینه میبینین که احساساتی شدین که براتون گفتم که گپایتان تا آخر بزنین، باز برای ما نوبت بدین. این حال ما براتون میگم چند مسئله را و در اخیر میایم سر مسئله سرک. برای اینکه ما شما به این نتیجه رسیدیم که میر مسیلی خان از کدامن نیست دیگه. و حالم شما گفتیم که او افتخار همه ما شماست. و حالم شما گفتیم که صرف از کدامن نیستیم. حالی گفتیم که شما به مشرقی و جنوبی و به غرب و به مرکز و شمال و همه جای ارتباط دارید. وجب وجب خاک افغانستان از شما هست. پس بیایید یک دفعه مسائل بزرگ را مطرح بس ساخته از اونجا آهسته 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 میایم به مسئله سرک. وقت داریم؟ حوصله شنیدن گپا رو داریم؟ مسئله اول مسئله وطن است. هیچ کس ایمان را نمیتونه بگذارانه، برای اینکه گفته شده حب الوطن من الایمان. اونم کسی ایمان را میتونه بگذارانه که با وطن خود عشق و محبت داشته باشه. ولی وطن ما ویران شد. این دومین و سیومین بار است که بالای جلال آباد حمله صورت میپذیره. از طرف کی؟ صرف از طرف مخالفین؟ نه. از طرف ملیشه پاکستان، از طرف کماندوها، از طرف اجیران عربی با سلاح‌های مدهشی که از بیرون میآید. اون ننگرهار همیشه بهار به خرابه مبدل گردید. بالای خوست هر روز حمله است. بالای قندهار. در تمام وطن جنگ است. کشت باقی ماند، زراعت باقی ماند، فابریکاها بسته نشد. بخاطر از اینکه مواد خامی را که شما کشت میکردیم پنبه که نباشه من نساجی رو چطور بچلانم؟ لبلبو که نباشه من بوره رو چطور تولید بکنم؟ سمنت که نباشه من مکراین چطور بسازم؟ زغال که نباشه